سلام بزن بریم برای قسمت دوم آموزش این توتبگ جذاب. میخوایم با هم بند کیفو ببافیم. یه گره خفت میزنیم و 2 تا زنجیره میزنیم. توی زنجیره اول یه دونه پای کوتاه میزنیم، یه دونه زنجیره همینجا کار رو برمیگردونیم و توی این پایه‌ای که زدیم 2 تا پای کوتاه میزنیم. حالا یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و توی هر پایه 2 تا پای کوتاه میبافیم، یعنی این رجمون میشه 4 تا پایه. یه زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، توی دونه اول 2 تا پای کوتاه میزنیم، 2 تا دونه بعدی رو ساده میبافیم و توی دونه آخر هم 2 تا پای کوتاه میبافیم. یعنی دونه اول و آخر رو افزایش میدیم. با یه زنجیره کار رو برمیگردونیم و توی این رج هم دقیقاً دونه اول و آخر رو فقط افزایش میدیم. دونه های وسط رو ساده بافی میکنیم. یعنی تعداد دونه های این رجمون میشه 8 تا دونه. از رج بعد شروع میکنیم به ساده بافی با 8 تا پایه تا جایی که طول کارمون به اون اندازه‌ای که میخوایم برسه. وقتی به اندازه دلخواهمون رسید، حالا باید این سمت کارمون هم شبیه اون سمتش مثلثی بشه. پس میایم حالا از کنارا کاهش میدیم. دونه اول و دوم رو با هم میبافیم، دونه های وسط رو ساده میبافیم و 2 تا دونه آخر رو هم با هم میبافیم. یعنی اول و آخر کارمون رو کاهش میدیم. که این رجمون میشه 6 تا پایه. زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم، دوباره 2 تا دونه اول رو با هم میبافیم، دونه های وسط رو که 2 تا هستن ساده بافی میکنیم و 2 تا دونه آخر رو با هم دیگه میبافیم، یعنی کاهش میدیم. توی این رج که 4 تا پایه داریم، کلا 2 تا کاهش باید بدیم. دونه اول و دوم و دونه سوم و چهارم رو با هم میبافیم. توی رج آخر کلا 2 تا دونه داریم که با هم میبافیمش و کار تموم میشه. یه دونه زنجیره میزنیم، نخ رو قطع میکنیم، کار رو کور میکنیم. حالا وقت گره زدن بندمونه. 2 سمتش رو شبیه هم گره میزنیم به همین شکلی که میبینید و بعد به 2 طرف کیفمون میدوزیم. حواستون باشه خیلی محکم بدوزین که جدا نشه. اینم از خروجی کارمون. دیدیم ماشاءالله.